استوات و به مرحله رقابت ها رفت. میر شریپوف فریدون از دسته رشت. اکنون نجمیدینوف به صحنه رقابت میبراید. نجمیدینوف محمد شریف با لباسای سفید در برابر هماوردش برکت الله اکرامزاده از دسته دوشنبه هست. نجمیدینوف و اکرامزاده باشد از شهر و نواحی توبه مرکز. در رقابت اولی که محمد شریف در برابر حسن اسحاق زاده داشت، همانجا بود که با اصولهای پرتابی اورانگ یک مرتبه دیگر به همان شیوه برداشت و زدن وزری هست یا نه. امروز به نظر می رسد که هر کسی در بخش سراپا به محمد شریف حمله می کند، او هم زید حمله بسیار سنگین را مشاهده خواهد کرد. دور سیوم رقابت ها است دوستان عزیز و در این دور از رقابت ها خواهیم دید که چی اتفاق خواهد افتاد. و یادآور میشم که همزمان مخلصان و هواداران و علاقمندان جودو میتوانند از دو تتم این مسابقات قهرمانی جودوی تاجیکستان در سال 2023 را مستقیما تماشا کنند، هم با وسیله شبکه تلویزیونی ورزش و هم با طریق شبکه تلویزیونی فوتبال. از دو شبکه مستقیما هر دو تتم منظور هواداران و علاقمندان جودو میگردد و دوستداران جودو مستقیما تماشا خواهند کرد. یک وزری به محمد شریف نجمیدینوف، ورزشگری که در فرم خوبی